خوش اومدین به این ویدیو جدید من. اینجا کانال گیملنده و امیدوارم امروز از این ویدیو خوشتون بیاد. این ویدیو درباره اینه که ما چند تا واسهتون بازی‌های ترسناک آوردیم. این بازی‌های ترسناک واقعا وحشت رو به دل آدم میاره و پیشنهاد میکنم که افراد یا مردم سن زیر 15 سال این بازی رو نکنن. اگرم خواستم با این بازی رو بکنم باید دل و جرأتی زیادی داشته باشم. خب بریم سراغ بازی ها. اولین بازیمون بازی وحشته. این بازی وحشت که خودش انگار از اسمش معلومه، این وحشتناکترین بازیه و پیشنهاد میکنم حتی 16-17 سالم اینو بازی کنه از ترس به دلش میلرزه. بازی دوم بازی دیلایت موبایل هستش. این بازی که یک فرد دنبال شماست تا شما رو بکشه. اینجا شما باید یا اونو بکشید یا از دستش فرار کنید. بازی سوم بازی چشم ها. این بازی چشم ها درباره اینه که تو باید چشماتو باز کنی و همه تو نگاه کنی تو رو یکی نخوره. بازی چهارم بازی است که به نام نفر پنجم. این بازی درباره اینه که شما وقتی که انتخاب میشین باید از دست یکی فرار کنی. حدود نیم ساعت باید فرار کنید و چند تا وسایل پیدا کنیم و ببرین تحویل بدین رئیستون، اگر نه اون شما رو میکشه. بازی بعدی پارک مرگه. بازی که توش آن قرار داره. آن دنبال شما میگرده یا دنبال دوستاتون تا شما رو بکشه و نتونین اونو بکشین و قلبشو در بیارین. شما میتونین تو این پارک مرگ با دوستاتون هم بازی کنین. امیدوارم از این بازی ها خوشتون اومده باشه. حتما منو سابسکرایب کنین و اون لایک رو بزنین. زنگولم بزنین که هر موقع ویدیوهای جدیدی گذاشتم با خبر بشین. بدرود.